سلام و درود خدمت همه شما وطنان عزیز. امید که جور صحتمند باشین و یک روز پر از انرژی را آغاز کرده باشین و هموار از گزند روزگار در امان باشین. هموطنان عزیز، امروز آمدیم تیمنی سابقه و پروژه تیمنی سرکی که بین دو چهارراهی قرار داره و اینجا خانه را تخریب میکنن و سرک میسازن. برنامه ما را بیننده باشین هموطنان عزیز و همچنان چینل خالد امیری را سابسکرایب کنین. هموطنان عزیز، با یکی از انجینیران این پروژه فعلا قرار داریم. سلام، وقتتان بخیر. علیکم سلام. خوب هستین شما؟ خیلیت. تشکر. اسمتان؟ محمد آصف هستم. درست است. در قدم نخست اول یک معرفی کوتاه از اینجا برای هموطنان ما کنین که چی رقم یک پروژه است. این پروژه که است از چهارراهی شفاخانه ملت شروع میشه تا چهارراهی قصر بی‌نظیر که تا اینجا موقعیت داره. حدوداً 612 متر طولش است و 30 متر عرض داره سرک. و این پروژه حدوداً دارای پیاده‌رو، جویچه، گلدان و همچنان بایسکل‌رو میباشه. درست است. چقدر بودجه به این تعیین شده؟ مثلا حدوداً 41 میلیون افغانی قراردادش است. درست است. چقدر طول میکشه که اینجا جور شود؟ یک 6 ماه طول شاید بکشه. خب انجینیر صاحب، اینجا چند مرحله کندنکاری داره؟ حدوداً این پروژه در 3 مرحله شروع میشه و ختم میشه که اولین مرحلهش که ما حدود زیاد پیش رفتیم که تخریب خانه‌های مسکونی بود. حدوداً 8 متر تا 7 متر تا بعضی جا 8.5 تا 9 متر هر دو طرف ما تخریب کاری را شروع کردیم و فعلا یک 80-90% تمام شده. و سکشن دومی از این که شروع کندنکاری جوی است که قسمت شما مشاهده میکنید که جوی در حال کندن است. دیگه سکشن دومی ما میشه و سکشن سومی ما که کاتینگ سرک است که سرک برداشته میشه و دوباره پس اسفالت میشه. درست است. چقدر مثلا به گلدان شما مثلا عرض طول می داشته باشه؟ جوی چقدر؟ پیاده رو حدودا 1.80 خود کندنکاری جوی ماست و خود گلدان هم حدودا تا 1 متر طولش است و 50 سانتی هم عرضش می باشه. تشکر از شما، وقتتان بخیر. هموطنان عزیز، با یکی از همشهریای خود فعلا قرار داریم. سلام، وقت شما بخیر. و علیکم سلام. څنګه استاد کی جوړ خیرت ته؟ تشکر. نامتان؟ نامم برکت شاه است. درست است. چطور خودت امروز اینجا آمدی؟ والا اینجا خو ما تقریبا 30 سال اینجا زندگی میکنیم. اینجا آمدیم، یعنی سرکا کلان میشه، دکانا روران کده، خانه مانه اموران کده، می سرک کلان شوه، مردم بیروبار کم میشه. درست. اینجا خودت زندگی میکنی در این منطقه؟ والا اینجا زندگی میکنیم. در خانه در سر سرک بوده یا در کوچه است؟ از ما خو خانه دمی کوچه است. یعنی خانه شما چپا نشده؟ نه خانه ما چپا نشده. منطقه اینی دکانا او اینی سرکا مرکا بس کلان میشه. اینی بس ملک آبادی است، بیروبار کم میشه. حال سابق بسیار بیروبار می بود. تا اینی چهارراهی د نیم ساعت رفتن نمیتونی. حال به زور خدا دمی 1 دقیقه میرسیده یک چهارراهی تا دیگه چهارراهی. اینی پیدایش است. درست. از نقصش چیست؟ نقص خیر از حال پیله حال خو اینی نقصش بود که می خانه و دکانه یک ذره چپا شده. خب بازم یک پیسه مایسی شمیه تا اینطور نمیمانه که یک چیزی نتا. خب منتعالی بسیار خوب کار شده که یک سرک کلان شوه، یک بیروبار کم شوه، ازدحام موترها کم شوه. موترها بیروبار هم کم شوه. سابق بسیار یک بیروبار بود. درست. تشکر. سلامت باشی، بخیر. تشکر، وقتتان بخیر. هموطنان عزیز، برنامه را بیننده باشین. میریم یک ویو از اینجا میبینیم، برمیگردیم. هموطنان عزیز، تشکر از اینکه تا انتهای برنامه ما را همراهی کردین. این بود گزارش امروز ما و همچنان هموطنان عزیز چینل خالد امیری را سابسکرایب کنین. وقتتان خوش. خدا حافظ.